سرود تاجیکستان با جرم تجاوز به ناموس، غارت و قتل یک پیرزن در ولایت مسکو محکوم به سالهای طولانی زندان شدند. در این باره 29 دکبر سال 2022 شبکه تلویزیون روسی NTV خبر داد. بنا به اطلاع این نشریه، بختیار شیرایف 34 ساله عیبدار شونده اساسی در تجاوز و کشتار پیرزن 66 ساله در کنار دهه بوژانینوو در نزدیکی شهر سرگئی و پسد با 23 سال زندان نظامش سنگین و شریک او رامونقول امیدوف به 10 سال محبس نظامش عمومی محکوم شدند. خبرنگار NTV خبر داد که مرافع این پرونده پشت درهای بسته صورت گرفت، چون که این قضیه جزئیات خیلی دهشتبار داشت. خود شیرای و امیدوف که از ماه سپتامبر سال 2021 در حبس قرار دارند برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی بنا به فرضیه تفتیشات حادثه 12 سپتامبر سال 2021 وقتی رخ داد که پیرزن بعد انجام عبادت در کلیسا به سر زمین پولیزش رفته است. شیرایف که یک روز قبل قصد تجاوز به ناموس یک زن دیگر را در بوژانینوو کرده بود، آن روز همراه رفیقش حمیدوف پیرزن را در نزدیکی جمعیت باغداری مگسترال 2 دریافت کرده با نوبت به ناموس او تجاوز کردند و سپس تلفن پیرزن را از سومکش گرفته خود او را برای آن که به مقامات خبر ندهد کشتند. NTV میگوید که گویا آنها لحظه های بدرفتاری خود با پیرزن را با تلفن به نوار گرفته بعد به خانه برگشتن در اینترنت هم نشر کردند. جسد پیرزن را روز بعد 13 سپتامبر سال 2021 در درون جنگل پیدا کردند. مقامات الکی بعد چند ساعت دو زاده تاجیکستان را که در یک خوابگاه مهاجران واقع در دهه بوژانینوو زندگی داشتند دستگیر کردند. در پی تجاوز و قتل پیرزن یک گروه ساکنان بوژانینوو در نزد خوابگاه مهاجران گرد هم آمده از مقامات طلب کردند که مهاجران را از اینجا برانند. مقامات از ترس اینکه قضیه از زیر نظارت خارج نشود و به سمسود نپیچد آن خوابگاه را بستند و تمام مهاجران را از بوژانینوو بیرون بردند.